تشکر. Sangov Sirojdi. Sangov Sirojdi biyo. در سال 2013 تعداد مراجعت کنندگان زیاده از 77,000 نفر را تشکیل کرد. از این شماره از 77,000 نفر یعنی مراجعت کنندگان به 9,500 نفر شهروندان تاجیکستان منع ورود به فدراسیای روسیه داده شد، یعنی که جواب داده شد. از همین بدین وسیله میتوان گفت که زیاده از 6.5 میلیون دلار شهروندان تاجیکستان در اینجا صرف کرده شد، یعنی از خراجات های زیادتی مردم آزاد شدند یا که گویم که بیهوده خراجات نکردند یا وقت